خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. عمک‌های من. جد من 5 پسر داشته است. 2 پسر از زن اولی فوتیده‌اش و 3 پسر از توطئه من که در اولی سالهای 90 عصر 19 به ازدواج آن کس در آمده بود. 2 پسری کلانی و قاخان و رضاخان و 3 پسر از توطئه ما علی خان، حیدر خان و جعفر خان نام داشتند. درباره بقاخان آنچه شنیدم همان نقل و حکایت‌های پدرم درباره ایشان است. بقاخان تحصیل مدرسه را خوب انجام داده ولی به تدریس و منصب‌های قاضیگی و مفتیگی میل نکرده است. بجز تحصیل خوبی مدرسه، بقاخان مکتب روسی برای مردم محلی سمرقند گشاده شده را روسکه تو ضمن شکوله با موفقیت ختم کرده. بعد از فراغ تحصیل در ردیف دانشجویان بهترین به تماشای مسکو و پتربورگ رفته است. پس از تحصیل مکتب نامبرده دانش خود را در زبان روسی باز هم تکمیل می دهد تا درجه‌ای که به خواندن آثار چنین فیلسوفی مثل سلافیوف دست یافته است. از یک حجت ایشان که در دست من است معلوم می شود که آن کس به جای معلم روس که به تعطیل رفته است در مکتب ختم کردهش از زبان روسی درس گفته است. این حجت به سال 1908 تعلق دارد. بقاخان به مجله و روزنامه‌های فارسی و ترکی نشر روسیه و خارجه آبونه بوده و از واقعه‌های جهان و دنیای متمدن بیرون از وطن خوب آشنایی داشته است. ایشان ادبیات ترک عثمانی و آثار معارف پروران ترکیه و آذربایجان را خوب می‌دانسته است. گواه این کتاب‌های بسیاری بود که از نشریه‌های ترکی و آذری در کتابخانه آن کس نگهداری می‌شد و من به خواندن چندی از این کتب دیرتر دست یافته بودم. آشنایی با ادبیات ترکی و آذری شاید در وقت سفر ایشان به این کشورها دست داده باشد. بعد از وفات پدرم در بین کاغذهای کهنه‌اش نامه‌ای به نظر رسید که آن را بقاخان از راه سفر ترکیه به قبلگاهیش ارسال داشته است. این نامه را می‌خواهم عیناً در اینجا نقل کنم. هو الفیاض، به جناب حضرت قبلگاهی سلمه الله تعالی. بعد از عرض بندگی به جناب معلای الالقاب شفقت و مرحمت مآب نصفت و مکرمت انتصاب رأفت و عطوفت آیات حضرت ابوی قبلگاهی امیدگاهی و پشت پناهی کعب مقام و ذوالاحترام خلده الله اشفاقه و اعطافه معروض می‌گرداند که در 15 شهر جمادی الاول یوم 3 شنبه ساعت 10 شب داخل شهر باتوم شده با همراهی جناب ساتیبالدی در اینجا تا یوم جمعه در یک نمر استقامت کرده. انشاءالله تعالی یوم جمعه 18 ماه جمادی الاول عازم اسلامبول می شویم و دیگر مراتب احوال و طریقه اخبار خیر المعال به درجه عافیت و خرمی در گذر بوده. صبح و شام بلکه علی الدوام بقای ذات والی صفات مستجمع الحسنات را به جمعی اطباءه و اولاده استدعا می دارم. امید آنچنان است که تیر دعا با هدف مدعا مقرون گردد. آن جناب حضرت قبلگاهی نیز به دعای خیریت یادآوری می نموده باشند. سرمایه سعادت دنیوی و اخروی می گردیده باشد. انشاءالله بعد از داخل شدن اسلامبول باز یک خط کرده جای استقامت را نوشته می فرستانم. باقی السلام علیکم، ایام بکام باد. در سنه 1320
در 16 شهر جمادی الاول یوم چهارشنبه تحریر یافت. در شهر باتوم 7 ایول. به نظر نگارنده اینجا اشتباهی راه یافته. سنه 1902. ادعایی بقاخواجه. بقاخان به روزنامه و مجله های بخارا و سمرقند و مخصوصا ترکیه و روسیه خبر و مقاله ها می نوشت و در آنجا مسئله های مهم مدنی و فرهنگی کشور خود و عموما عالم اسلام را به میان می گذاشت. چنانکه باری استاد عینی گفته بود بعد از تأسیس روزنامه بخارای شریف بقاخان در اداره این روزنامه مدت فعالیت داشته است. بقاخان شخص دانشمند و در شعر و ادب فارسی نیز از پیش قدمان زمانش بود. کتاب مثنوی رومی، انوار سهیلی که امروز در دست من است از آثار دوست داشته عمویم بوده است که با خط زیبا و خوانای خود در حاشیه‌ها یادداشت‌های پرارزش از خود باقی گذاشته است. خواندن شعر و کتاب‌های حکایات را به پدرم آنکس تلقین و ترغیب نموده است و پدرم از این موضوع بارها به منتداری یادآور می‌شد. بقاخان بیشتر در حجره وقفی مدرسه شیردار اقامت می‌کرده است. بعد از ازدواج نیز در حوله کمتر می آمده و زن جوانش را بیشتر اوقات تنها می گذاشته است. شاید به این سبب بین عمویم و جدم سردی وجود داشته است که از این خصوص پدرم به تفصیل نگوید هم به آن اشاره می کرد. در یک روز اول تیر ماه که جدم با ایال و فرزندان در باغ قواله اقامت داشت، بامداد دروازه سخت تق تق می شود. در اندام جدم ترس و بیم هویدا می گردد. بقا مرد. آهسته زیر لب با رنگ پریده می گوید جدم. پدرم با هراس به دروازه می براید. کسی از شهر خبر می رساند که امروز صبح بقاخان را در حجره خود مرده یافتند. جدم و پدرم زود به شهر رفته مراسم تعزیه برپا می کنند و همان روز عمویم بقاخان را به خاک می سپارند. سبب مرگ مفاجات عمویم تا آخر به کسی معلوم نبود. پدرم می گفت که گمان من و قبلگاهیم برام بود که برادرم زهر خورده خودکشی کرده است. می گفت که این گمان ما تا اندازه اساس داشت. بقاخان اکم کسی تند و تیز بود. وقتهای آخر بالای مسئله عائلویش با قبلگاهی خیلی جنگ و خرخشه داشت تا آنجا که پدر باری آخر سخت رنجیده ایشان را از نزدشان با غضب پیش کرده بود. شاید در عین تیزی و تندی سودای به سر زده و به این کاری مدهش اقدام کرده باشد. اما من سالهای آخر با فکر و اندیشه خود به تقریب نتیجه دیگری گرفتم. در کتاب مثنوی رومی عمویم زیر بسیار بیت‌های شایگان و به روح و دل خود نزدیک خط کشیده است. از جمله زیر بسیار بیت‌هایی که از زشتی این دنیا شکایت دارد و خواننده را به ترک جهان ترغیب می کند با مداد سرخ و کبود خط کشیده شده است. من به اندیشه آمدم که عمویم نومیدی و مایوسی و تنهایی در زندگی داشته است و سبب خودکشی شاید از همین باشد. دیگر چند سال پیش از بین کتاب‌های عمویم یک کارت اتکریتکه پیدا کردم که از راه از چارجوی به کاگان نوای بخاره به نام عمویم از آسیا نامزنی روس ارسال شده است. در آن کارت آمده است عیناً Новая Бухара, хлопкочистительный завод Бухарского правительства, контора, Мирзе Мустафе, для передачи Бакахану. Многоуважаемый Бакахан, искренне благодарю вас за карточку и газеты. К несчастью, вашей просьбы насчет карточки исполнить не могу. У нас такие фотографии, что уж лучше не сниматься. Но я скоро уезжаю в Россию и оттуда вам пошлю. Я теперь очень занята и писать вам не смогу. И вы тоже не пишите до следующего моего письма. Уважающая вас
آسیا. این مکتوب از 4 ژوئیه 31 ژانویه ارسال شده است. بقاخان در پایان مکتوب نوشته است: 1 فوریه سنه 1912، 26 صفر سنه 1330 یوم چهارشنبه گرفته شد. ترجمه مکتوب این است: بقاخان بسا محترم، برای مکتوب و روزنامه ها از صمیم قلب تشکر اظهار می دارم. بدبختانه التماس شما را درباره ارسال داشتن عکس خود را اجرا کرده نمی توانم. اینجا عکاس ها چنانند که بهترش عکسم را نبردارند. ولی من به زودی به روسیه می روم و از آنجا برایتان می فرستم. حالا من با کارها نهایت گرفتار هستم و به شما خط نوشته نمی توانم و شما هم تا مکتوب آینده‌ام خط ننویسید. با احترام، آسیا. در این وقت ادرس جای اقامت بقاخان عمک کاگان نو بخارا بوده است و در همین ماه ها مرد ایول تخمیناً بوده است که بقاخان عمک در روزنامه بخارای شریف کار می کرده است. مضمون مکتوب خیلی سردی آسیا خانم روس مرا به اندیشه می آورد که سبب مرگ ناگهانی عمویم شاید عشق ناکام ایشان باشد به این زنی روس. زیرا بعد از 7-8 ماه این مکتوب بقاخان به سمرقند باز می گردد و تنها در حجره خود به ناخواست می میرد. خب این همه ظن و گمانهای ماست. کی می داند شاید سکته دل شده باشد یا یگان علت سختی ناگهانی. افسوس که جوان رفت، وگرنه شاید برای ملت خدمت‌های شایسته می کرد. خدا رحمت کناد و مأوایش جنت باشد. الکساندر نیکولایویچ سامویلویچ، ترکشناس مشهور روس، 1880-1938 که با عمویم دوستی نزدیک بوده است، بعد از خواندن تعزیه‌نامه روزنامه‌های بخارای شریف و وقت چاپ آرنبورگ نسبت درگذشت عمویم در مجموعه مسلمانسکی میر نوشته بود: ما هم به تعزیه 2 روزنامه به مناسبت فوت ساکن خاکسار حجره مدرسه شیردار متکلم تاجیک بقا خواجه شریک می شویم. شادروان به ادبیات روس شوق کلانی داشت. با چندی از شرقشناسان روس در مکاتبه بود و با رغبت تام به ایشان وقتی به پایتخت تیمور آمدنشان مددگاری می کرد. بقا خواجه به فیلسوف ما سلفیاف شوق کلان داشت و اثرهای وی در حجره شادروان موجود بود. هنگامی که بعد از وفات کاغذ و دفترهای حجره او را از نظر می گذرانیدند، بعضی مسوده ها پیدا شدند که از آنها معلوم شد که شادروان به نوشتن رساله درباره مسئله زن مشغول بوده است. از بقاخان یک فرزند ماند به نام عبدالحمید خان که در وقتی درگذشت پدر 2 سال داشت. من نمیدانم که او در کجا تحصیل کرده باشد، اما از 15-16 سالگی مخبری پرکار و تیز قلم گزیته‌های تاجیکی شهر سمرقند بوده است. دیرتر با فعالیت آموزگاری مشغول شده در کورس‌های معلم تیار کنی و آموزشگاه‌های تاجیکی سمرقند در صف معلمان نامدار و پرتجربه کلانسال بود. در اول سال 30 عصر گذشته به استالین‌آباد آمده هم به آموزگاری و هم به تألیف کتاب‌های درسی زبان تاجیکی با موفقیت مشغول گردید. عبدالحمید در کتاب و مقاله‌هایش حمید زبان خیلی شیرین و فصیح در تألیف و تحریر داشت. مرا دوست می داشت. 1-2 بار از استالین‌آباد مکتوب‌های شیرین و نوازشکارانه هم نوشته بود. شوق و هوسی مرا به ادبیات و خواندن و نوشتن ترغیب و تبریک می نمود. برابر مهربانی و مهر گرم به اطرافیان، آدمی خیلی تند و تیز نسبت به بی‌عدالتی و ریا و دروغ بود. با شخصانی که بی‌سواد و دانش کذایی دعوی عالمی می کردند مواسا کرده نمی توانست. این تند مزاجی و ناسازی او خصوصا در حالت مستی او خیلی بالا می گرفت. سال 1942
او را به عسکری دعوت کرده به جنگ فرستادند. می گفتند که به این دهشتکده جنگ رفتن وی نیز به سبب مزاج آتشین و ناسازگار او بوده است، وگرنه عبدالحمید خان جثه نحیف و خردی داشت مثل وتبات که یارای تفنگ برداری نمی کرد. خلاصه سال 1943 خبری هلاکت وی به سمرقند رسید. مادری بیچاره در غم و غصه پسری جوانمرگش سودا زده از جهان گذشت. برادر خردی بقاخان رضاخان تقریبا در سال 1887 متولد شده است. ما ایشان را به اعتبار بزرگی از پدر و عموی خردی امان امکتوره می گفتیم. رضاخان نیز در مدرسه شیردار تحصیل علم نموده بود. پس از ختم مدرسه پدرش در عوض زحمات طولانی تحصیل علوم او را به سفری بخارا می فرستد. در همین شهر رضاخان به کدام مناسبت با صدرالدین عینی شناس می شود و آنها زود با هم دوست می شوند. عینی رضاخان را با جایهای متبرک و تاریخی بخارا آشنا می کند. رضاخان را برای دیدار و زیارت شریف جان مخدوم صدر ضیا و شهر کرکی می برد که آخرالذکر به منصب قاضیگی این مضافات مأمور بود. دوستی رضاخان عمکم با استاد عینی بعد انقلاب هم ادامه داشت. بعد از هجرت عینی به سمرقند سال 1918 در قطار روشنفکرانی که ایشان را خوش پذیرفتند و برای صحت کامل ایشان خیلی سعی و کوشش به خرج دادند، رضاخان نیز بود. حتی چند مدت عینی در حجره وقفی مدرسه شیردار به همراهی و پرستاری رضاخان اقامت کرده بوده است. بعد از این هم رضاخان به حبلی استاد عینی رفت و آمد داشت. سالهای 37-38 خرد بودم و رضاخان عمکم به پدرم از دیدار و صحبت خود با عینی حکایت می کرد. در این ضمن نامهای فردوسی، سلطان محمود، حسن میمندی را از دهان عمکم می شنیدم. باری از واصفی نیز صحبتی داشتند با استاد عینی و از مضمون صحبت به پدرم نقلها می کرد. اگر خطا نکنم یکی از نسخه های خوبترینی بدایع الوقایع را برای استاد عینی رضاخان پیدا کرده است. رضاخان از سال 1918 در مکتب‌های تاجیکی سمرقند به تعلیم صنف‌های ابتدایی مشغولیت داشت. اولها در مکتب نامدار 11 گذری شربتدار و بعد تا به برآمدن به نفقه در مکتب رقم 15 گذری فقیه ابولیث معلم بود. برای خدمت‌های طولانی در ساحه معارف با فرمان شورای عالی اتحاد شوروی با آردن لنین سرفراز گردیده بود. رضاخان عمک کسی تند و بدخشم بود، اما زود در می گرفت و زود از قهر می فرامد. در این مورد خیلی نرم و خوشفعل هم می شد. جوره هایشان این خصلت رضاخان را خوب می دانستند. در وقت خشم گرفتنش از وی نمی رنجیدند. پدرم در این مورد حکایت کرده بود. بهرام مخصون نام دوستی برادرش را تصادفاً در راه دیده است. پرسیده است کجا می رود؟ بهرام مخصوم خندیده می گوید نزد رضاخان می روم، کمتر دلها را سیاه کرده بیاییم وگرنه خیلی از خود رفته ایم. رضاخان عمک خواهر کلانیم و مرا که هر دو در حولی موروثی جدمان چشم به دنیا گشاده بودیم دوست می داشت. در 10-12 سالگی زود مهمان آن کس می شدم. گاها به شوخی می گفت که رسول شکمت را در خانه درست سیر کرده آمدی؟ ما در خانه هیزم نداریم که یگان چیز پخته تو را ضیافت کنیم. آن کس شوق و هوسی مرا به شعر دیده و خصوصا شعر نویسی مرا شنیده بیت‌های شاعران گذشته را می خواند و وظیفه می داد که تا روز دیگر چند بیت آن را از یاد کنم. همسرش زنی نهایت مهربان بود و فرزند نداشت و از هر آمدنم یک جهان شادی و خرسندی در دل و روحش پیدا می شد. خوراک‌های با لذت پخته مرا مهمان می کرد.
روزی دیگر سحر بیدار شده به امکتوره می گفتم خوراک دیشبهتان چنان کم بود که از گرسنگی شبی دراز خوابم نبرد. امکتوره قاه قاه زنان می خندید. رضاخان عمک پس از فوت همسرش در سال 1942 سختی های تنهایی را دید. باری با کسلی دامنه در بیمارستان خوابید. یگانه ما بودیم که از وی خبرداری می کردیم. روزی مادرم به بیمارستان به عیادت رضاخان عمک رفت. دکترها گفتند که حالش خوب نیست و کاغذی را از آن کس به مادرم سپردند. کاغذ را پدرم خواند. وصیت‌نامه عمکی نیم هوش و نیم بیدار بوده است. تمام ادای مراسم مرده‌داری و تقسیم میراث را به پدرم به تفصیل نوشته است. هنگامی پدر خواند که همه کتاب‌های دستنویس را به رسول خان دهید، گریه‌ام را نگاه داشته نتوانستم. معلوم می شود مرا به جای فرزند دوست می داشته است. به من باور هم داشته است. خدا را شکر که از این بیماری خطرناک صحت یافت. بعد از 2 سال به یک زنی با فهم و با معنی به نام هاجر خان با ترغیب و توصیه مادرم ازدواج کرد. زندگی خیلی آسوده و اهلانه ساخت. در 65 سالگی پدری 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر شد. هر بار که از تاشکند به سمرقند آمدنی مرا می شنید به دیدنم می آمد. من هم در نوبت خود چند بار به خانه ایشان می رفتم. از تاریخ و کتاب‌های تاریخی بسیار صحبت می کرد. باری در پایان صحبتی گرم و پرمهر گفت رسول، از بابای تو بسیار کتاب‌های نادر و گرانبها به میراث مانده بود. افسوس که این کتاب‌ها به سبب‌های گوناگون از دست من رفت. اگر میدانستم که در خاندان ما مثل تو یک کتاب دوست و علم دوست به وای می رسد، کتاب‌ها را به جان برای تو حفاظت می کردم. حالا 2-3 دستنویس قدیمی و پربها در دست من است. آنها را به تو می سپارم. این کتاب‌ها نه فقط از من بلکه از بابای تو، اجدادی تو به یادگار مانده است. کتاب‌ها را خوب نگهداری کن. بگذار از نسل به نسل گذرند و نشان خاطره اجداد متبرک ما باشند. این صحبت تخمیناً 2-3 سال قبل از درگذشت وی واقع شده بود. دستنویس‌ها حالا در دست منند. خدا کناد که سالهای دراز از نسل به نسل گذشته یادگاری اسلاف و اجداد ما گردند. رضاخان عمک سال 1962 به عالم بقا رحلت نمود. حالا پسر ایشان شعیب خان چراغ پدر را در حولیش فروزان می دارد. عمک خردیم جعفر خان سال 1908 متولد شده است. از سالهای کودکی تا خانه‌دار شدنش زیر پرستاری پدرم بود. بعد از خانه و جای کردن هم ما همچون یک عائله با هم نزدیک زندگی می کردیم. ایشان خواندن و نوشتن را به خط عربی نزد پدرش و برادرانش آموخته است. بعد از انقلاب مدتی در آموزشگاه تحصیل نموده، سال 1926 با گروهی دانشجویان ازبکستان به باکو به آموزشگاهی تعلیمی می رود. بعد از بازگشت در سمرقند به اکادمی پداگوژی به فاکولته بیولوژی داخل شده. بعد از ختم آن صاحب دیپلم اختصاصی علم‌های بیولوژی می شود. از سال 1932 جعفر خان عمک تا آخر عمر در مکتب‌های تاجیکی سمرقند و چند مدت در آموزشگاه‌های پنجکند، استالین‌آباد و ناحیه‌های کوهستان آن از بیولوژی و کیمیا درس می‌گفت. جعفر خان عمک هرچند بیولوژ و کیمیاشناس بود، اما به شعر و ادب و جمع‌آوری کتاب‌های قدیمی و نویسندگان معاصر تاجیک شوق و محبت سرشار داشت. نه تنها کتاب جمع می‌کرد، بلکه این کتاب‌ها را به دقت تام و با نظر تحقیق می‌خواند و سره را از سقط خوب جدا می‌کرد. ادبیات ترک عثمانی و آذری را خوب می‌خواند و نغز می‌فهمید.
پدرم حکایت میکرد که من به عمکت قریب هر هفته به باکو پول میفرستادم که صرف معاش و زندگی کند، اما وی به این پول کتاب‌های تاریخ و تاریخ ادبیات ترک خریده با پاچت به من میفرستاد. دیرتر هم، خصوصا در سالهای 50 من در خانه ایشان از دستنویس و چاپ هند و ایران آثار کلاسیکان فارس و تاجیک را می دیدم که در صندوق و قوطی ها پنهان می داشت. از این کتاب ها به کسی اطلاعات نمی داد. حتی پدری من هم از این کتاب ها بیخبر بود. وقتهای تعطیل به سمرقند آمدنم کتاب های نادر خود را جدا کرده به من نشان می داد و برای خواندن نیز به امانت به اختیار من وامی گذاشت. جعفرخان عمک مرا چون نخست جیانی خود دوست می داشت و از بچگی همیشه با خود همراه گرفته می گشت. من به زور در خاطر دارم که 4 ساله یا 5 ساله بودم مرا گرفته به تکنیکوم تاجیکی گذری خانقاه به درس می برد. در پیش خود به استول می نشاند و بعد به درسگویی سر می کرد. برای آنکه دلگیر نشوم کتاب‌های مصوری عالم حیوانات، نباتات و دیگر عجایبات را به دستم می داد که تا آخر درس سرگرم دیدن صورت‌های عجیب بودم. بعد از آنکه کتابخانه گذرا شدم، جعفرخان عمک از تلین‌آباد کتاب‌های چاپ نو را سوغاتی می آورد، چون که این کتاب‌ها به دکان‌های سمرقند دیرتر می آمد. تا حال فراموش نمی کنم که 3 کتاب بچه‌های کاپیتان گرانت را که از تلین‌آباد آورده بود با شوق تمام تکرار به تکرار می خواندم. جعفرخان عمک چند سال در تلین‌آباد در کامووز به حیث معلم کار کرده دوستان بسیار پیدا کرده بود. اگر خطا نکنم تابستان سال 1936 سیر تلین‌آباد اختیار کرده مرا همراهش گرفت. این سیاحت جهانی نوی برای من بود. خصوصا یک شبانه در پاییست خواب کردن، استانسیه ها را از تریزه تماشا کردن، به رستوران برای صرف غذا رفته، بالای چرخ‌های گردان نشسته طعام خوردن، همه عجایبات این سفر بود. در تلین‌آباد ما به خانه سهیلی رفتیم. این کوارتیره بود در عمارت چوبین 2 قبته که آنجا شاعر و نویسندگان زندگی می کردند. بعدها فهمیدم که این همان خانه تاریخی کوچه آرجنیکیدزه اقامتگاه شاعر و نویسندگان نامدار آن سالها بوده است. در این خانه باز کیها را دیدم در خاطرم نیست، اما روزی پگاهی به خانه سهیلی از طبقه 2 کسی فرآمد و آنها بین خود صحبتی داشتند. بعد از رفتن آن شخص عمکم به من گفت که انا همین آدم غنی عبدالله دراماتورگ زوری تاجیکستان است. سیمای همان وقته غنی عبدالله تا امروز پیش نظر جلوگر است. در این درگاه البته مهربانی و نرم سخنی صاحب خانه سهیلی مرا همچون کودکی نوازش دوست مفتون کرده بود. شب عمکم و دوستانش به تماشای پیسه مبارزه رفتند و مرا نیز همراه گرفتند. در بالکن نشسته نمایش مبارزه ضد باسمچیان را با شوق کودکانه تماشا کردم. این پیسه اولین بود که به زبان تاجیکی تماشا می کردم. در سمرقند 2-3 بار تئاتر برده بودند. نمایش ها همه به زبان ازبکی بودند. بعد از چند روز جعفرخان عمک با 2-3 نفر دوستانش عازم تماشای مسکو شدند. بعد از یک شبانه روز تخمینا ساعتهای 12 شب به سمرقند رسیدیم. مرا به یک دوستش سپاریده خواهش نمود که به حولیمان رساند. شب در شهر نو در خانه همان آدم خوابیدم. روزی دیگر پدرم آمده به خانه امان برد. این بود سفر اولینم به اصطلاح دیار تاجیکان که به شرافت جعفرخان عمکم میسر شده بود. بعد از 15-20 روز جعفرخان عمک از سفری مسکو بازگشت و برای من 2 کتابچه عکس ها به ارمغان آورد. یکی مجموعه عکس های رنگین معماری های تاریخی کرمل بود. دیگری
کتابچه فاتو استانسیاهای متروپولیتن اولین مسکو بود. با خواهرم و دادرم عکس ها را تکرار به تکرار تماشا می کردیم. به جوره ها و خیش بچه ها با افتخار نشان می دادم. این عکس ها آرایش و زینت کتابخانه خرد من بود. قسم زیاد عکس ها امروز در فوتوتک من نگهداری می شود. جعفرخان عمک سال 1932 ازدواج کرد و سال 1939 از روبروی حولی ما منزل خریداری کرد و تا آخر عمر در همانجا زندگی به سر برد. جعفرخان عمک آدمی خندان روی، شوخ، ظریف، متاعب دوست و ریند بود. گاه شوخی هایی می کرد که کجا راست و کجا هزل است فهمیدن دشوار بود. می دانست که رضاخان عمک کسی تند و بدقهر است. با وجود همین با آن کس شوخی های بیباکانه می کرد. رضاخان عمک یک آتش گرفته جعفرخان عمک را سخت کاهش می نمود. جعفرخان عمک آرامانه تبسم کرده با سر خم جنگ آن کس را گوش می کرد. بعد از چند لحظه رضاخان عمک کمی از قهر فرآمده می گفت لیکن این شوخی و ملایم خنکی را فقط جعفرخان کرده می تواند و به خودش می زیبد هم. سالهای آخر جعفرخان عمک با من انس گرفته مناسبت و صحبت‌های ما برادرانه و به اصطلاح کلانانه می شد. در هر صحبت می دیدم که ایشان از وضع ادبی و کتاب‌های به تازگی چاپ شده تاجیکستان خوب واقف است. اکثر کتاب‌های مطبوع و نمونه‌های ادبی در مجله و روزنامه چاپ شده را خوانده راجع به هر یک آنها فکر و ملاحظه‌های دقیق و قابل توجه داشت. در ضمن صحبت‌های شیرین می دیدم که بیماری زق نفس در هر دیدار سخت‌تر و سرفه‌هایش دلخراشتر و طولانی‌تر می شد. در اول ماه ایون سال 1974 پسرش پرویز خان تلفن کرد که وضع صحت پدر ناخواست وزنین شده است. روزی دیگر صبح به سمرقند پرواز کردم. پیش از رسیدنم به سمرقند چند ساعت پیش جعفرخان عمک این جهان را پدرود گفته است. همان روز به خاک سپردیم. در قبرستان شاه زنده نزدیک به محل مدفن خاندان میرکانیان. هر بار که به سمرقند می آیم نخست به زیارت قبرهای پدر و مادر جعفرخان عمک و 3 عمو بزرگ خود می روم. بالای سنگ خارای سیاه فام نام و نسب عمکم با الحاق عنوان فخری معلم خدمت نشان داده ازبکستان ثبت شده است. بله، ایشان معلم بسیار شاگردان بود. امروز چند تن ادیب و نویسندگان پنجکنتی درس‌های پرمضمون ایشان را در آموزشگاه با منت پذیری یادآور می شوند. من امروز ایشان را همچون مربی خود که بار اول به درسخانه خود برده بود و بعد هم بارها به من چیزی محبوب و مرغوب ترین بچگیم کتاب‌های عجیب و غریب را اهدا می کرد به یاد می آرم. امینم که در نموی شکوفه‌های اولین مشق‌های ادبیم نقش جعفرخان عمک مجلا و نظررس است. جایشان جنتی تحته الانهار گردد.